همین سیل و زرداب شدگی بودم از دستی اما آدم دور رفتم مسکوا. این نمیبرد. یگان دختر از اون کشتا ندیدم. چه قی وزبینه. آرزو میکردم که کلان شوم از اما اشک برآمده روم از ام سری تپک. گو میداند کیه زدنه. دعا کنید که پدرم نبینه این احوالا. برنامه را نه خیرو پرو استه؟ نه در پرو نمیسته. اینجا بیا. ده امی کار را رسوا نکنید. من همه تون در استریچ رفتم اسب بیگانه در شیشتم. چپته‌های هواپیما را در تینکاف سیاحت با یک چند پخش خرید کنید. 500 روبل پروموکد برای شما و دوستتان. مفصل‌تر در سامانه تینکاف سیاحت. تینکاف. سلام علیکم هموطنان عزیز. درود میگویم به تمام تاجیکان دنیا. برنامه نوبتی بانوی پرهنر است. همه شما رو به فرارسی ماه شریف رمضان مبارکباد میگویم. به خاندان شما فیض و برکت، رزق و امانی را آرزومند هستیم. اشتراکچی نوبتی برنامه یونیورسال لیدی واقعا هم یک زیبا صنم، دارنده جایزه گران پری سوپر مدل بین المللی در سال 2023، جایزه‌دار گران پری زیبا صنم سال 2023 در شهر مسکو، مریم شرفова. سلام علیکم. السلام علیکم. شکل شما. رحمت. تشکر. از دورتون شدیم. همچنان رحمت. تاجیک دختره که زنده باشه. تاجیک دختره که در چندین آزمون‌های زیبایی سزاوار جای اول گردیده است. با قد و قامت بلند، با چهره بسیار زیبای آریایی، مریم شرفова. السلام علیکم به همه مخلصان اکای بحریدین. برنامه یونیورسال برنامه بانوی پرهنر. بله. همچنان به مخلصان خودم که الکی انتظار بودن. این برنامه موافق وعده آمدم. بله. انتظار باشد. بله، باید بگویم که مریم از شهر مسکو اومدن مخصوص برای اشتراک در برنامه بانوی پرهنر. همین است. انتظار باشه. خوش آمدید. خوشبخت. چخیر؟ بسیار عالی. خوب. برنامه جشنی است. در عرفه نوروز خجسته برنامه ما آماده می شود. همراه مریم می رویم به گالری گنجینه. چند لباس های زیبای تاجیکی رو با هم انتخاب می کنیم و سپس می رویم به یک دهه بسیار زیبای وطن عزیزمان. السلام علیکم. اینجا یک مکان زیبایی است که هر چی که دلت میخواهد انتخاب کردن میتوانیم. ببین چقدر انتخاب وسیع است. همه لباس های قدیمه تاجیکی. بله. ببینید چقدر رومال های قدیمه. انا من برای شما انتخاب میکنم، شما برای من. اینجا مردانه هم هست. من میخوام که شما هم پوشید. در نوروزی باید دو کس خوش رو باشیم. برای مخلصانی روسی من در مسکو من باید نشان دهم که فرهنگ تمدن تاجیکستان. البته. بیا خب من برای شما انتخاب میکنم، شما برای من. شما برای مردکو بسیارتر دارید؟ نه برای زن. من همین ماده معقول شد. این ما کمپیر میشم با این. ماده معقول شد. امیره پشم. پیش زو پیشش مخ کما که خوش روی در ماه شریف رمضان برای کار کردن بسیار راحت است.
کم پیر نمیشم. نه عجایب به حد خوش رو ماده معقول شد گریباندار محکم خوش رو اینا کشاد میکنه میکشه آدمی یک دو نمود سه نمود چیه خش هر دم اینا رو گیرن برای شما انتخاب میکنیم یگان جامعه خشرو و تاقی زوره زور شد نگاه کن بعد یگان جامعه نگیریم اینا چه خیلی زیبید زور ها؟ چی سببه دهکان شدیم نه چند تا تنتره باشه زور ها؟ گرنی زیبید نمیگیریم موافق بودن موافق عجایب تمام امی دست بانه هم گیریم خواه انشالله نظم شد پرودای عجایب است یکم بار میبینم بخی شبکچه دار دست خشرو ها؟ به حد عجایب مریم از 4,500 کیلومتر از شهر مسکو به دوشنبه اومد لیکن همین مسافه نمیدونم چند کیلومتر خورده کگرو نسرینیش تغییر یافت روحیش نمیدونم برای چی شاید برای انتخاب لباس من باشد لیکن برای من فرقش نیست وقتی که در این برنامه اشتراک میکنی الکی قانون و قاعده های خود را دارد این برنامه اوکی خرش مالش در حقیقت این زیباسان هم برای زیبایی برای قد و قامت این عنوانی که در سال 2023 در جایزه سپاری گران پری سوپر مدل بین المللی در سال 2023 گرفته است همین خیلی است همش توغری خب برای مریم بانو چون همیشه وقت جدا میکنیم 5 دقیقه یا این مدل باید که کمی چست و چالاک باشن شاید که در 4 دقیقه لباسی بس کنند و بپردازد به کارهای دیگه خب السلام علیکم دوستان بسیار عزتمند تماشابینان همیشگی برنامه‌های کانال پیشرفت و مخصوصا بانوی پرهنر میدونم که تاجیکان از تمام دنیا این برنامه را به صبرانه انتظارند خب ببخشید که من رو برای شما با عینک صحبت میکنم این را البته با سبب نورهای خورشید نواربردار و رژیسور اجازه دادند و اینک از بین 12 دقیقه گذشت من نمیدونم که حالی من تا آخر این برنامه با این دختری بسیار اینجیق چی میشده باشد به هر حال کوشش میکنم که همون پرینسیپ های اساسی برنامه رو ویران نکند و اینک آماده است مریم شرف‌آور استقبالش میگیره مرحمت مریم اوپا زدیده نه انتخاب ما رو دیدی رحمت بسیار معقول شد نه به شوخی معقول شد به حد چه به حد خودم بسیار سبک است راحت است این تاریخی گفتم که 40-50 ساله دارد بخش اولی برنامه ما شروع می شود چون برنامه که برنامه جشنی است بخشیده به جشن بین المللی نوروز در روزهای نوروز عادتا مردم تاجیک کروپاهاشون به آفتاب میگذارند کروپا و کروپاچه آفتاب میکنن میدونید میدونم کردگی هستید کردگی هستم یک 20 سال پیش بسیار بلوچه بوده خودم تجربه خوب داریم کروپاچه آفتاب کرده خانه های جمع کرده همه بهار آمد بله بهار آمد خب ما از همه چیز شروع میکنیم بله مرحمت کروپاچه ها رو به آفتاب میگذاریم در بخش اولی برنامه یونیورسال لیدی چه کروپاچه ها در زمستان بسیار وزبیش آفتاب میتوبشون بعد نرم میشه من اینجا سیم داریم بله خب در همین سیما بله این سیما کالتا بوده است من ایخه میکنیم خشرو آفتاب خورده ایخه خشرو بیاید بعد البته باید طرفی استرش میکنم به طرفی چپ همیخه باید باشد چپش همیخه باید باشد و همیخه بود اکن همه هم کرپاچه را؟ بله این اوجه نشان دادم کن با ویاش هم بیاد
خواب شده خواب شد. با این قد و خامت باید همه دو تا سه تا بیارن عادتا نه؟ وقتی کم ده میخی همه کارا باید اسپید کنی کو. بعد ایخی میمونیم. اینم اینجا دام میپرتیم. نه همه جا داریم ما جا داریم همه جا. کو. ما جا داریم. من اکی باردین در بالای بام چی میکردم افتاب میکردم. برای خوشرویی که افتای بلند در تگ همون شفر میرسد. همونجا درموندم چیکار کردم کرپیت. کرپین قرضدار نکنم مونم خانه دار. شما علاقه قرضدار. نه ما از خانه دار قرضدار نشویم. از تو کو بخیر قرضدار شدن. دلی تو یافتن آسان. یا که نه؟ خیلی قین. قین؟ تا این وقتا نیافتن شما چه میابید؟ نمیابیم میگه. خیلی можна попробовать. اینا. خوش بسیار زیبا. بالشتار هم بروریم با؟ بله. من اکنون اینجا جای بالشتار هست نه؟ بیار بالشتار هم میمونیم. اینا دیگه نیست. خب این اینجا ما. این کرپچه چنگ نداره. داشته. خدای. زب از همین کارو خلاص شده بودم بردین 20 سال پیش. چند سال پیش؟ 20 سال پیش. در دهه شوهر کرده بوده؟ در دهه شوهر کردم این کارو کردم. چی با؟ در کودکیم کردم در دوره مکتب خونیم. در خونه شوهر برای چی نکرده؟ ایخه کار نمیفرمودن من. بعد خودت از پیش خودت عقل نمیکرده که کنی؟ نه. نه بشخوی؟ نه. نمیکردم. چی با؟ بیشتر کلینی ارکه بودم. آبا. یک قیسنگل داشتم که تو من خستن هم کارا میکرد. این بخش اولی برنامه بود برای مریم در عرفه جشن نوروز آفتاب کردن کرپه و کرپچه های خانه که این یک رمز است برای مردم آریایی تبار و مخصوصا مردم تاجیک. بخش اولی برنامه با بسیار سبکی شما خیلی منو تعریف میکنم. برای تعریف کردن وقت هست هنوز. خواب شده اسماعیلش این بخش اولی برنامه ما بود. میگذاریم به بخش دوم. بیا در همین جاری کار نکنه. بیا لیجا. پایان فرم. من بیام. نه خیرو پرویسته. نه در پرو نمیسته. همینجا بیا. این خاکستر این خاک نیست این خاکستر میغلطم. انم خیلی. انم جار دفعه بیاید. باری اول است که در این برنامه این گونه بخش رو ما جاری کردیم با اهل گروه ایجادی برنامه و این جار میگوین جرا؟ جاری. از همون جاری رفته هزمایی که اونجا هست که من از درخت خود من تبر میتیم تو با همونا گرفته زده به خونه رو میبیاره. ایخه کار نکرده بودم. ایخه جاری نداره ما در اشت. در اشت؟ اینجا اشت نیست. اینجا حصاری شادمان است. خوش میکنم یک تبر بیارن. تبر. یک تبر. من چی گناه کردم باردین جان؟ تو دهه چی اشتباهی کردگی که به همین کارها سزاوار شدگی؟ ای خدای. همونجا میره همون را میزنی. این کاری زنکی نیست باردین؟ کاری زنکیه. وقتی که در خانه هایی که مردان نیستن مردا سر کارن یا که در مهاجرتن زنها این کارا هیچی میرن میکنن میورن. درخت من چپش شدگی کو غلطیدگی دیدی همون درخته همون درخت میزنی گرفته میبیاری. اگه من خیلی میخپم ده؟ در جای خیلی نمیخپم. تبرش مخپه؟ نه باید نغز داد خدا. هر کس تبر خودشه. نه اینجا قطعی میکنی. بیا
نریدی؟ بیا دستونتیه؟ نه بیا کالوشا میگیجد کالوشا نمیگیجد به چخه میگیریم؟ همه خیلی گذار آن هوایه یا بسم الله همه خیلی За какие грехи мне это достается теперь? Ай, и курток қимат будет. Эх, да. Парень, спасай меня. آن هزاران راهی خطر میگذاری که بسایی بیاد شوید از زندگی به ها تو تمام تای پیروهای جایزه گرفتن چی؟ جایزه گرفتن خوبتر بود آسانتر بود انا من قپانه و کشیدگیر قدی دراز داره امیره؟ رفتیم این نمیبرد این دسته قدی دراز آن آفرین معلوم شد که مغفرت یاردم رفتیم آفرین انا میشه دست کن اینا با کجا بریم بکه؟ انا خیلی انا میره تایور راحت این نمیبرد کش اوپا انا دیلم سوز شد همین کارو که کدسی زنهای قشلاق همین کارو خشن میکنن میدونید؟ من هم که در برنامه ارزوی سیف وایما ایروی میلیون بود اما یکان دختر از اون کشا ندیدم کاش که خونه شوهرم نمیگریختم با این روزهای سخت کرونا بود خونه بایا اخی جرا برداشتن با و کشو فرینه نمیخه توپ تک کم ترک او فرین زنا میکنن در اینجا ما گفتم یکان نان میپزیم یکان چی میپزیم میپزیم میخوریم امیرالوی کدن نان میپزیم ما بیار شود توجه در کریه چه قای وزبینه والدی هم نه خواهی دراز کنم گیره مایل شد من تبر تگیرم تو برآوردن گیروزی چی گناه کردم من چیشی؟ اولی به دیگه خواهد کن نخواهم کار دوزم درنی خورا قطعی چی ها میکنی و خیالی به تو درنی خورا در چی میکنی؟ چی گون قدایی تو درنی خورا گیر بیا اوپا بیا رفتیم بس نیست انا ایره خیمه گیری میدونین هنگو که همه خیمه قپیم خراستم خیمه میبرو بیا کنه بیت رفتیم این کودکای دیگه قشلاق تماشا اومده هنوزه انا آفرین بیا خیلی بیا من یاردم میکنم بیا کم ترکی دیگه بردار کشه با دورتر بره شید بیا کجا اینا با نگوی که خاطر مهمونی ما ندید جای همه وزنش هم برو وردم دیدی ها بسم الله بیا نه اینجا مایده کنیم و بریم چی؟ نه بالا دا مایده میکنی چیزا خدای گفتم یکان چی میپزیم دم میگیره به حد دم میگیره ده
جزای واریدی نمی تو کیم غلطید بیا رفتیم ایزون در کار نیست چه در کار نبود در کاره مونده بچه به انصاف به انصاف یا با انصاف به انصاف زندگی زندگی هم خیلی سخت باشن زندگی سخت ها کم ترگش مون کم مون خیلی خیلی آفرین آفرین و دیگه کار ده قوت نموند ما موتیواسیا دادستم آفرین آفرین در بالای ما نپرتوشه نمیتونم دیگه ای خدای بچه ها چه خورسن همه بازی یا بسم الله رفتیم وا براوو 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 بیا اینجا شینه اینه مایده میکنی بابا بخش دیگه میگذاریم اینجا خونه عید نشینیم خب من یه ساز مایده کنیم این خشک مایده نمیشه هیزمی تر مایده میکنم این برعکس تره خوش نیست بسم الله آفرین فقط پشت نزنه تمام آفرین اینا انا با تو انا هپا ها نمی بحریدین قصد سای همون گیر پاشا بس نه رفتیم این طرف неудобно کسی را من خیلی زنی بودم بس نیست دعا کنید که پدرم نبینه یه حالا برنامه را جدی من ایشه گیر هیچ گم نه ایش باز بودگیست خبر حتی توقت نکد توب ناور در زدن همین گیرید بحریدین جان همین گیرید بیا کنه آنا نه تمام اینا ای خدای همین خیلی بین دو تکمایلش همیشه این تبر کند این مایده نمیکند اینا بینش باشه بیا پیش دستت بکن نمیشه دیگه این کند میشه بخش زن میشه همه چی زندگی هم خیلی سخت باشه و خدا من همش پاداشی همون وقتی گپ های بلند خودت که در برنامه آرزو ایسا گفتی من بلند گپ نزدم کمش من
شکسته باشه. اینا چی میخنده؟ Altabari de badasız ondan da تا خورده آنگیرم که برای شما من راحت کردم از اون که بسیار هوا بلندی کرده گپ زد چخیر؟ زور همه درست می؟ همه درست همه نظمه؟ وقت ساعتش میبیاد گرم شده؟ گرم شدم عرق کردم لبای راستی گپ ما باور نداشتم که تعمیر از همون غور از همون ته به بالا برآورده میتونی خودت اگه من میدونستم که نبرارم من همجا نمیبرم اینجا چشمان نگاه داشتم مرده برآوردی ما یک دختری ساده و خیام برار گفتن میبرارم مردم کشیدم برار میبرم فرار گفتن میپوردن بسیار نه یعنی خصلتون در زندگی خوب بده است هیچ وقت گپی اون کسی دو نکنید ده همین نقص خوب دوستان عزیز با بخش دومی برنامه بود میگذاریم با بخش سیوم اینک بخش سیومی برنامه ما یکی از بخش‌های اساسی این برنامه مربوط می‌یابد بخش گاوجوشی است یک گاو رو آوردن راستی که من می‌خواستم یک گاو ذاتی بسیار کلان با مثل خودش باشد لیکن متاسفانه گاو در پشت مایدک میتونه خوشبختی کردم بازم گاو جوشتگی است نه گاو خیلی شد نکیم جوشتگی که است کودک بودم یک بار جوشتگی هم خیلی کن این بار دویم کودکی مایده بودم صنف 6 بودم 5 بودم این هوس قطی ایدو هوس قطی نمیزده باشد گاو من بسیار گاو قپیدگی هم نکین جوشیدگی نیستم یک بارمی نمیدونم این علاقه تیار با فکرم این پاچکوشه نمیخوام تپا تیار ایوزه امی آبی خنک قطی نمیشوشتن با فکرم میشون آبی خنک قطی میشون کنی یک اجازتیت نامین این کس چی؟ اینا نام ندارن ندارن؟ بسم الله نامش زیباسانه میمونه اوه بسم الله الرحمن الرحیم خوش کم ترک شیر میتیده منه ما مهمان کنی پوچتو نگیره چی کم ترک میدوده باشه شیر یک کاسه گیرد میشه اوه اینا Привет. من شیر میخوام. نترسونه گوی منه. از کامera ترسید. این ترسیده. نه نترسیده سه رفته. از یک طرف گیره اصلا کامera ترسیده است. نه نترسیده سه همه خیلی خیلیش کم وایه. یا سپیڅال نترسونده است زحمت برای. مردم نترسونید گوان؟ نه نترسونده استیم. Специально так делаете, чтобы شیرجوشی. شما نمیمونید گو نه крупный план گو گرفته سر کارت کدام گیتا؟ گو از کامera میترسد. شیرش میگریزد بالو اینم خیلی کدیست بالو کشیده ایستاده است خب ایستما کم ترک شیر گیرم بعد کپوچکو تا یک بار گیر کنی نزن ابو بسه بس میگیرم
نمیده پیشش میشینم نمیزند اینا آخ طرف پوچه نرک یگون او در پیشانی نخری با بین گو دا بی گو میداند کیه زده نه میجاش از زور گفته میکی امی گوام میشناسد آدم خوب و بد ها؟ کنیشنا اگر یک کاسه جوشی رکورد میزنی میدونی یگون کس یک کاسه جوشیدگی تگده خواب ایخی خواب سیومکا کنید ای نفوریده سینه سیومکا ما باید در همه جا رکورد بزنم کرو نگیرم در گوجوشی همو؟ در برنامه شما گوجوشی سال اعلان میکنیم تمام اینا بس یک کاسه خب با میجوشم یا برک دیگه آخران بار خب ایستا بیا همی هر دوان گوجوشی سال شویم با خوبی بکی تایی مریم خلاصی نداری با خوبی شیر ته یک کاسه زیاد یا تیبه نی دستان نیاد ستانو یگوری نی دستانو نیاد ستانو یا تیبه بیا بیا جیونی من جونم شد بیا اصلی من بیا این قدر شیر داری بیا ته کم ترکی دیگه ما باید گیرم یکم جایزه من در 2024 میشویه بیا جونم شای کم ترک شیر سه بامی یک کاسه جوشیم بس شی تمام تشکر رحمت بس بیا کجا اینا مرحمت یک کاسه ها یک کاسه شیری روغنین اینا پخته باری اول است که اشتراکچی ما یک کاسه میجوشد روز دیگه یکم بار است یکم بار است گوجوشی سال اعلان میکنیم رحمت بهترین گوجوشی سال در سال 2024 گده کرونا یک گو بیاریم شاخ کرونا شاخدار میاریم بهترین گوجوشی سال در سال 2024 مریم اولین اشتراکچی ما که خوشبختانه قریب یک کاسه است نه همه خیلی است یک کاسه است یک کاسه است این کلان ستیل بله یک کاسه باری اول است که اشتراکچی ما یک کاسه شیر میجوشد مریم دورنده جایزه گران پری سوپر مدلی بین المللی و دورنده جایزه گوجوش بهترین در سال 2024 از کانال پیش صف تیوی بار دیگر جشن نوروز مبارک هموطنان بسیارم گرامی تماشابینان همیشگی برنامه‌های ما بسیار افتخار میکنیم که شما مهنت ما را قدر میکنید تماشا میکنید لایک و کامنت میکنید و اگر با کانال ما پادپیسات هم کنید خفه نمیشوید ابونه شوید و ما شما را زیاد غم نمیتیم در یک برنامه بسیار جالب پیشنهاد شما میکنیم که شما از تماشاش فقط حلاوت میبرید با کانال ما ابونه شوید برنامه‌های بسیار جالب را تماشا کنید بخش چهارم در این بخش تپک کردن این دستای مهینه که فقط کرانه و جایزه قپیدگی است و امروز با آن همین دستای بسیار نفیس با آن همین مانیکیورای بسیار خوشروی 120 تپک میکند و 120 تپک برده میفروشد و خودش یک کرانه میخرد میشود مایلش یک 4-5 تا میکنم اگه 120 رو شوخی کردم یک تقایی دارم زب همه آدم خلاص شده بودم در بچگیشان در بچگیم تویست نامشان بهریدین نامی تقام سریوز نه؟ خیلی کار میفرمودن امی بیزار شدگی بودم نه مکتب بود کدم خلاص شدم که در بهریدین دیگه و خوردم بیاره کلنده نه بشخی تقایی بهریدین؟ بشخی یک تقا دارم بهریدین نام دارد یک عمر من کار فرمودگی من سکری بای همین سیل و زرداب شدگی بودم از دستی همه آدم دور رفتم مسکوه ای خدای با اومدید بود در بهریدین فکر میکردم که دیگه یه عمر همین چیزای من نمیخپم
یک عمر ҳаёт чарху фалак будааст. як марҳамат. Фаридин ҷон ичи калант. рафте. Худое, аҷем ҷои як тозаш гирем. ин ҷои тоза дорад? тоза ин свеж ё? Худо. Аз кор ҷои гурез набуд аз Фаридин. қоил шудедми? Дар бачагим хела найранг боз будам мегурехтам аз кор. Сурамно меқапидан охи. эй қонун қоидааш ҳам қақшрӯ медонистай ки Аки коро аз худам мондагӣ. таҷрибат ноила. Ягон кас хабар надорад. аку дунё мебинада дунё. Аки илтимос ами якта перчатка ин чи ҷои вай надора перчатка қатиам кунем. осиноро боло барзану кора шурӯъ кун. рафтем. ها نمیخه وای ناخون اومدی نکده بودم کنی منه مایده بعد نه کمی چیز مایده نه ما همین اشتی میکنیم تپکای ما اخه مایده مایده بعد هم خه میگیرد ما در زمین اخه زر 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 نمیکنیم در بینش سنگو میدارد ریزه میشه خه میگیره قایده تپکا میگیره کلولای خوش رو نمیخه با در زمستان میدونن که دستای باری که مایده که نازکه که کی بود خوش رو یخه فرما نه همی بیبی میگفتن که همی لوبوی کارا مهر قطی باید کنی حتی تپک کردن حتی تپک مهر قطی باید کنی خیلی گرفتن آخه میگفتن که سرام نه همی کاری تو امروز پگای همی تو میکنی تو کجای گریزی نگریزی میکنی جای گریز نبود از دستی بیبی من امروز فقط نالیدی از تاغو از بیبی از ینگه از هم تاغوی میترسیدم آخه همی یک پاپوشی کبلوک دار داشت هوای پاک پاک کرده روزای شنبه بیاید تگی پاچکش مونده زندگی سخت بود بردین جان خیریت آرزو میکردم که کلان شوم از اما اشت برآمده روم از ام سری تپک هر خیل رزمر خطیده نه هر کس میسوزد اوچه بچه 5 تا قاعده کار بله بگو من همین مهنتی دنیا راحت ندیدم راحت ندیدم یک روزی پنجی هست نیست نغلط نغلطه ما پگه روم ایجا نمی غلطه دیگه اینه رفته شوی رفته تماشابینان عزتمند من دیگر گپ ندارم و چون همیشه میگویم که بهایش 5 پلوس کلاس ها و لایکاش به تن شما کلاس گذارید لایک گذارید کامنت کنید و موتیواسیون دهید که بود آینده در دیگر برنامه ها بیاید و اشتراک کند مریم شرفова بخش 4 بود میگذاریم به بخش 5 امی دستم به یک صابون تین اپا جان ینگه امی صابون باشد بس
тамошобинёни азиз, бахши панҷуми барномаи Бонуи Пурҳунар аст. дар ин бахш ин аспи бузӣ бисёр бадвоҳима, бисёр зебо, бисёр хубро савор шуда як ҳамин теппаҳои зеборо як чарх мезанад ва меояд. аспи хуб ба фикрам. Акбаё гуфтанд ки беҳад аспи ганда. фикр мекунам ки машалло. Чи нек як кор ка зарани мегем та яки давида кашид ку то ҳамин лаҳҷо масах бақаб. бед шумо қатиравем. бед ами кора расво накунед. Ман ҳаматон да встреча рафтам, аспи бегона да шиштам. рости гап ҳатто соҳиби асп интизор набуд ки марьям ҷуръат мекунад ва ба асп менишинад ва ҷуръаташро бубинед ҳатто то куҷо рафт. мо ҳама садо баланд кардем, фарёд кардем ва баъдан аз роҳи худ баргашт. ба ҷуръаташ аҳсан мегӯем. хай дидед баридинҷон, аспа гирифтам, падаркам кардан. ма дигар тамоман гап надорам. ҳамун каронаҳое ки гирифтагӣ ҳалолат боша, ҳалолат боша. ҷоизадори гран при супермодели байналмилалӣ дар соли 2023 ки дар Истанбул карона насиби Марьям шида буд, ҳалолш боша. Якумаш дар Москва буд. Якумаш дар Москва, дуюмаш дар Истанбул. Ош шавад. Ман фикр мекунам баъди ин барнома боз каронаҳо бо қаторак мешаванд. Офарин. дар бахши панҷумам баҳояшро да мемонем. Раҳмат. барномаи Universal Lady буд бо иштироки Марьям. ҳамин фони асп ман мехоҳам хайру хуш кунам, барои ки бисёр аспи чавандоз дар ин ҷо. Спасибо тебе. офарин тамом муборак боша. агар маросими ҷоизасипорӣ шавад, ҳатман ки хоҳ дар Амрико бошӣ, хоҳ дар Фаронса, хоҳ дар Россия, дар ҳамаи ҷо ман ҳатман ки шуморо даъват мекунам. бо даъватномаи махсус албатта. интизор мешам. чиптаҳои ҳавопайморо дар Тинькофф Саёҳат бо якчанд пахш харид кунед. 500 рубл промокод барои шумо ва дӯстатон. муфассалтар дар сомонаи Тинькофф Саёҳат. Тинькофф.